فقط دلم عکس میخواد. چی؟ عکس؟ یه پسر خوشتی اسمم و شمارم هم نباید بدونی. در عوض منم نه اسمش و نه شمارشو نمیپرسم. من فقط میخوام تمرکزم برگرده. تو هم باید به هم کمک کنی. چی؟ تو حالت خوبه؟ تو باید به من کمک کنی وگرنه هرچی ازت میدونم و به برو بخواب دیوونه خانم. حرفا گیر میشم به هیچ کس نگو. تو همون قبرستون بزرگ شد. بعد از چند وقتم برادرش به دنیا اومد. تبریک. من داغون افتادم؟ بعد تو خوشحالی؟ تبریکم میگی؟ خوشحالیم از اینه که به هوش اومدی و بهت تبریک میگم چون اون میره آهنی بهت آسیب جدی نزده. میدونی که دانشجوی پزشکی هم. گزارش وضعیتمو خوندی؟ نیازی نیست بخونم. وقتی بیهوش بودی خودم به کارات رسیدگی میکردم. تو رسیدگی میکردی؟ آره جوگیر نشو باشه. یه لطفی بهم میکنی؟ چه لطفی؟ کامپیوتر با نت پرسرعت نیاز دارم فوراً. با این که میره آهنی داغونت کردی بازم یه جا آروم نمیگیری. چی کار میکنی؟ این چه کاریه؟ فرستادمت لندن درس بخونی که بیای کلفتی کنی؟ واقعا شرمم میشه وقتی مردم میگن دختر بزرگ بازار داره کلفتی میکنه. این منم که تحقیر میشم. گلوله ها رو در آوردی؟ ها؟ کدوم سارا؟ همچین کسی رو نده. نمیفهمم. متوجه نمیشم. چرت نزن. سارا دیگه کیه؟ کدوم سارا؟ کسی اینجا نیست. چه گل؟ خب خانوما، تا الان داشتم باهاتون تک تک حرف میزدم. الان میخوام با همتون حرف بزنم. همه صدامو داری؟ بیا داخل. این شیواز همونی که دربارش بهت گفتم. آره شناختمش. سلام قربان. چطوری جوون؟ 6 ماه تماسای مردم رو شنود میکردی. مگه شنود تماسای مردم جرم نیست؟ فقط وقتی که بحث امنیتی بود گوش میکردم. خب بگو کدوم بیمارستان؟ اسمش چیه؟ حتی وقتی داشتی میمردی بدون اینکه منو بکشی به هم شلیک کردی تا بفهمی کدوم بیمارستانه؟ قبل از این که اتفاق بدی بیفته پلیس باید دستگیرش کنه وگرنه بیمارها وحشت میکنن و شرایط بدتر میشه. فرمانده از مردم خواسته به خودشون مسلط باشن و نترسن چون پلیس‌های زیادی برای حفاظت بیمارستان‌ها به کار گرفتن. همینطور تضمین کرده که مشکلی برای بیمارها به وجود نمیاد. الو سلام. تو یه ذره حق تو کلت نیست؟ مثلا تحصیل کرده ای نمیدونی که باید زنگ